Ansın bu bütün pansın mansın neyiz? Yatsın. Ve bu kaydesin. Ya ki bu ahım zazan oğuz afanı samol orada. Şey gördüm. Yapar. سلام علیکم دوستان هموطنان عزیز برادران و تماشابینان کانال ما امروز ما خواستم برای شما یک دهه دور دست وطن عزیز ما نشان بدم آمدیم برف بسیار بریده است او طرف برف وزبین‌تر بوده راه نیست اصطنافکه دموندیم که اینجا در دوره اصطنافکه بلندی برف هم 1.5 متره با از اینه چی خیلی میبینه بریده است نه که ما کوشش میکنم برم این دهرم در شهر روغون های دهه نواباد آفیلاباد دهه چهارمغز و چند دههای دیگر خیمم یک بار کدام سال آمده بودم یاد ندارم خدا خواهد میرم شما در نشان میتم که در این زمستانی وزبین سیلبرف و مردم چه زندگی دارن چه حال دارن خیلی الحمدلله میدونم که سازن خداوند همه را خودش نگهبانه فقط میخوام برم ببینم که مردم چه زندگی میکنن که مردمای بگیم ته جای شهری بینن که در همین خیلی باد و هوا هم خیلی برف مثال چیزام زندگی کردن مردم ما زوره های برادران خدا خواهد سفر دا میرویم نصیب باشه هم باشه شما دا نشان داده میریم سفر را سر کردیم دوستان خدا خواهد تای کوه دا رسیدیم اینا راه مردمی نواباد این یا راه که باریک این برفی میبینه نوزی بالا با پایان ایده قریب 1 متر برف های برف سخت دیگه پرس انا بالا هم رفته سیم های اولا شای های خدا خواهد که دا برسیم با برف وزبین تر میشه سیاحت هم تماشاش زور میشه خدا خواهد اینا داره را بینین مرمه نرم همشی میگو سنگ همه کلام در داره ایده یکی جمع در بها طبیعت شبیهت طبیعت فسان های تاجیکستان ما همه جاش منظره های فسان داره نه که با روغون و پشه منظره هاش زوری بده روغون کدامی در کدام فصل سال بیاید
пушаймон мешавад, барое ки роғун беҳтарин ҷой аст. ман худам зодаи роғун нестам, на ки кадом вақте ки ман роғун омадам, ки ҷоеша ки тамошо кардам, роҳаташ бисёр аст. кадом вақте ки ман роғун омадам, ки ҷоеша ки тамошо мекунӣ, фақат лаззат мебарӣ ай тамошош. چی کوش باشد، چی شهرش باشد، چی دهش باشد، هر جایی میری باور کن آیا در نمیروید. همه خیلی هم بگیم خطا نمیکنیم، انیق خطا نمیکنیم. برای که لاغون یک جایی هست کدام میرم که بیارین مهمانای ای خارج ای که جایی که میایم تماشا بیارین، ممکن که امرو باید شما آیا دیو مهمانان نروین یا که طبیعت تاجیکستان و روغون خودش ده. خدا خواهد سفر ما یک دو ساعته را حیده 2 ساعت پیاده برمی که میریم، نه که آیا چی تشویشم که اگم گرگه اگم چی با سرم نیا یا بخرم ابو اینجا عشقی بیرون میگم گرگ های دیگه چیزا شکنو میدانم. گرگ خیرس انیق هست. گرگا بعضی وقت شو نقل میکنن که گشنه مانن، قشلاق ده میاین یگون آغلا ده یگون چیزا ده حمله میکنن، یگون چیزا میکفونن میخرن، خرای گوای چیزی که ای پیشون بروین. هرچه یا رهبلت دارم یا برادر آیمجا زورا اون اولا کدیم که بیا خطیمون همراه بره. های گاب مونا گریف آمد برادری عزیز خطی هم میریم. کیف میکنی، سر بانوک میزنی، چخیلی فورا چکری میخری، روا میخری، خوش میخری، همین قش میمونه تا که این زمستان ده یگام چی فایده نداره. یعنی زلال نحال دیدی از ده کندرا بار کنی با گورا بخوری به تجویز کسی محکوم مرحمه موی مایده بیو روا و چکری بزن خود چابخ سر بانوک کیف که تا تیرما بر تمام میگه. باشی براتم، باشی اکا، خداوند عمری دراز دوتا برای کار. نه اکا کوتالا قریب نیم کردیم. خدا خواهد یا 3 کیلومتر 4 کیلومتری دیگه میریم. میرسه مردم هم قطارا گرفته سیان گاو مال خطی های بازاری گاو مال آمدیم. مورا دمدمی هم یا رفته هم نگیریم. ما به خیفتر هایدن خواهی سرشایی خشلاق با میبینیم. دیهد هم رسیدیم، سرشایی دیهد هم رسیدیم. قریب ای پا زدیم. اینجا بدی نمیدونم چند ساله دقیقا خشونو میتوکو نکه به حد کلانه. ممکن با عمری همه چی باشن که غوثی برخ دیدین برادرم. اگر در یگان دولت اروپا خبر بزنه تمام اخباری اومه در بورش گاو میزنه. این یا بار بیاین تاجیکستان طرفای روغون برف بینین، نه که مردم زندگی داره نرمال نی 100%، نه گپای نه خبر.
اینم تلشینه برف غوثی برف درآمدی قشلاق نخواهد تنیت بیان اگمونه یک پیاله چای بخوریم نیستنا چی باشه بوغ اینه خونه نمیدونم آدم زندگی میکنه بس برای که جا علف داره اینجا خانه ها سرشید همینجا قشلاق کراز هم بودای در اینجا مردمی باغدار بودین باغای کلان باغای بسیار ما فکر کردم دوری قشلاق بیاییم راه هسته مقصد راهی ماشینه یکم چکی در دوری قشلاق هم نره نه یکم چه همون راهی بوریک رفته استیم معلوم میشه که جورا برفشه امکانیتی رفتن نیست ممکن امکانیت نداشته باشه برای که برف ای حد زیاد بلنده برای برف رفتن ممکن که اگم خیلی پلی کلان صرف شود اینه برف یا بورا برف سخت چی دسته سوس نه اومدگی ما اول استا بود خب بالا هم بر اومده ممکن باریدنی برف بالانش یکم جو این خونه رو بینه تایی برف های خونه همین دست ما را هگم کردم کدام سو رفته میسی میرفته همیسینی خونه بابای ما همه را همیسی میره یک خونه خیلی سوار داشتم همینجا همراه کفتستم خونه یک خیلی سوار داشتم در همینجا همراه کفتستم تا که عیادت کنیم خبر بگیریم شما شاید به حد خرسان شود اینه چیزی میره هوا رو تومان کرد صبح بخیر دوستان یا شاوی سودمو در شهر روغون برف زد برف بسیار نک با برفی سحر نشانتون میتیم که چند برف شده بالای برف میروی
چهارمغز میچینی. نه برفی چیز خمیدگی. اوه ای بچه هم آمدی. برف پشتی خونه را رفتستین. خانه تایی برف مونده. نه برادرها خونه را ای برف کنده آزاد کردیم. اینکه بلندی هم دیوال چند خواهد 3 متر. 3 متر این تایی برف مونده. تریزه محکم شده. چیکار میکنی؟ برف رفتستی؟ بچه کلان در همین دههای روغون به حد برف بیشتر میزنه. اینجا دههای نوآباد بوده ما اومدیم یا تماشا کردیم مردمی همینجا را زندگی برف بینید. ماشین بینید در تی برف با بروش میگه میره. خب مهمانی فریاد ممکنه مهمانی میدونی یا مردمش هم خیلی زندگی میکنه که همین تمام قشلاق رنگی یک اوله. نه دههای قلعه نو برادرها بیدن که چقدر کلانه نکم ای ممکن 5000 بنا دروغ نگم حتما انیق نمیدونم. این اینجا خطام بینن که معلوم همی سیاهی میبینن برف نیست همش دههای قلعه نوه. این که برف بینن در کوههای بلند نه که برف هم سفید کرده. این دههای ما بودیم دههای نوآباد اونو پرش دههای چهارمغز نه با او طرفی افتادشنده هسته غافل آباد میگن. به حد مزاره های به حد رحم خواهش کرد صدکش رو بگیریم.
رسید که موتور گرفتیم رحمانه دوام بودن نگیره منخه و همین برادرها من قطعی شما خیر خوش میکنم خداوند همه تا نگهبان باشه در پناه خودش این روزه حال در تاجیکستان در شهر راغون چیزی ما هم باقی رسیده سیان که ما هم باقی رسید باقی همه در پناه خداوند باشه خداوند همه نگهبان باشه